سلام بینندگان عزیز، خوش آمدید به کانال سخن ناب. حدیث مهمی برای شما آوردم. لایک و سابسکرایب را بکوبید تا بریم سراغ حدیث شریف. قاعدگی و جنابت. از عایشه رضی الله روایت است که اسما دختر یزید انصاری از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد کیفیت غسل قاعدگی پرسید. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود: شما آب و سدرتان را برمی دارید، مکانهای آلوده را می شویید و خوب وضو می گیرید. سپس بر سرتان آب می ریزید و به شدت آن را می مالید طوری که آب به ریشه موها برسد. بعد از آن روی خود آب می ریزید. سپس یک قطعه پشم یا پنبه خوشبو بر می دارید و بسیله آن خود را پاک می کنید. اسما پرسید: چگونه بسیله آن خود را پاک کنم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: سبحان الله، بسیله آن خود را پاک نمایید. عایشه رضی الله طوری که می‌خواست این سخن پوشیده بماند و دیگران نشنوند، گفت: بسیله پنبه اثر خون را پاک کن.